ما خیلی وقتها تاب‌آوری رو فقط در ذهنمون جستجو می‌کنیم، در فکر، در معنا، در تحلیل. اما حقیقت اینه که اولین جایی که فشار رو حمل می‌کنه بدنه. به مجموعه پادکست های تاب‌آوری خوش اومدید. با اپیزودی دیگه در خدمتتون هستم. در این اپیزود قراره در مورد بدن صحبت کنیم. بدن پناهگاهی فراموش شده و بیایم یه نگاهی بندازیم به تاب‌آوری، اونجایی که تاب‌آوری از جسم ما شروع میشه. ما خیلی وقتا تاب‌آوری رو فقط تو ذهنمون جستجو میکنیم، تو فکرمون، تو معنای زندگیمون. اما حقیقت اینه که اولین جایی که فشار رو حمل میکنه بدن ما هست. بدن زودتر از ذهن میفهمه که اوضاع امن نیست. بدن زودتر از ذهن میفهمه که بیخبری طولانی شده و بدن زودتر از ذهن میفهمه که داریم بیش از توانمون دوام میاریم. سفتی شونه ها، سنگینی قفسه سینه، بیخوابی های مکرر، بدخوابی ها، پریدن های نیمه شب، دلدردهای بی دلیل، دردهای بی درمان، خستگی که با استراحت هم نمیره. اینا ضعف نیستن، اینا همگی زبان بدن ما هن. بدن داره میگه من هم در این بحران زندگی میکنم، حواست به من هست. ما مهاجرا گاهی اونقدر درگیر نگه داشتن زندگیم که بدنمون رو فراموش میکنیم. انگار بدنمون فقط یه ابزاریه برای ادامه دادن، انگار یه رباته. اما بدن خونه ماست و اولین وطن ماست. وقتی وطن بیرونی ناامن میشه، بدن میتونه تنها جایی باشه که هنوز بتونی در اون احساس پناه کنی. اونجاست که وطن و تن می شود. تاب‌آوری فقط تو تصمیمای بزرگ نیست، تو توجه‌های کوچیکه، تو اینکه نفست رو حس کنی، در اینکه پاهات رو روی زمین حس کنی، بدنت رو به رسمیت بشناسی. بدن دیده شدن میخواد، نه فقط تحمل شدن. بدن عشق ورزیدن میخواد. خیلی وقتا ما بدنمون رو مجبور میکنیم، باید بیدار بمونه، باید قوی باشه، باید ادامه بده. اما بدنمون اگر فقط مجبور بشه یه کارایی رو انجام بده، کم کم خاموش میشه، بی‌حس میشه، یا اینکه با درد با ما حرف میزنه، با بیماری و با رنج‌های فیزیکی و جسمی. تاب‌آوری جسمانی یعنی تبدیل رابطه با بدن از فرمان دادن به بدن به گوش دادن به بدن. تاب‌آوری جسمانی یعنی به جای اینکه بگی بدن من تحمل کن، بپرسی چی نیاز داری؟ گاهی پاسخ بدن ساده است. کمی حرکت، کمی آب، کمی خواب، کمی سکوت، کمی لمس آگاهانه، چیزهای کوچیک اما حیاتی. ما خیال میکنیم تاب‌آوری یعنی ذهنمون قوی باشه، اما بدون بدنی که احساس امنیت نسبی بکنه، ذهن هم دوام نمیاره. بدن پایه تاب‌آوریه. وقتی
به بدن توجه میکنی داری به خودت میگی من ارزش مراقبت دارم حتی وقتی جهان بیرحمه. و این جمله یکی از عمیق‌ترین شکل‌های خود احترامیه. تو میتونی از بدن به عنوان ابزار آرامسازی ذهن استفاده کنی. چند نفس آهسته، کشش ملایم، راه رفتن آگاهانه، تماس پا با زمین، قرار دادن دست روی سینه. اینا درمان نیستن، یاداورین. یاداوری این که تو هنوز اینجایی، در این بدن و در این لحظه. بدن دروازه بازگشت به اکنونه، به زمانی که هنوز زندگی جریان داره. ما مهاجرها گاهی آنقدر در گذشته و آینده زندگی میکنیم که حال رو از دست میدیم و بدن تنها چیزیه که همیشه در حال زندگی میکنه. بدن هیچ وقت در فردا نیست، هیچ وقت در دیروز نیست، همیشه اینجاست. تاب‌آوری یعنی یاد بگیری گاهی به بدن برگردی. بله، تاب‌آوری یعنی یاد بگیری گاهی فقط و فقط به بدنت برگردی، نه برای فرار، برای ریشه داشتن. اگر امروز ذهن خسته‌ای داری، شاید بدنت جایی باشه که بتونی دوباره شروع کنی. نه با فکر کردن، بلکه با حس کردنش. بدن دشمن من و تو نیست، بار اضافی نیست، ضعف نیست. بدن پناهگاه خاموش ماست، وطن ماست، تن ماست و هر بار که با مهربانی به اون برمیگردیم داریم تاب‌آوری رو از عمیق ترین جای ممکن میسازیم. پس یادمون نره بدن ما پناهگاه فراموش شده ماست، وطن ماست و تاب‌آوری از جسممون شروع میشه. بدن ما زودتر از ذهنمون میفهمه که اوضاع امن نیست. یادمون نره بدنمون خانه ماست، اولین وطن ما.